خب تو برنامه امروز ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم که شمایی که فارغ شدین و یا در حال فارغ تحصیلی از دانشگاه هستین چطور برین و اولین کارتون رو پیدا کنین و یا اگه کاری هم اکنون دارین و میخوایم برای کار بهتری درخواست کنین راه های مختلفی رو که حاصل تجربه های من و خدیجه هست ما میخوایم اینجا با شما به اشتراک بذاریم. اولین کاری رو که واقعا خیلی مهمه، حتی قبل از اینکه شما شروع کنید به جستجوی کار، باید CV و یا رزومه خودتون رو آپ تو دیت نگه دارین و کامل مطمئن بشین که با اسکیل و مهارت هایی رو که شما دارین مطابق هست. خب اول نکته رو که من اینجا یادداشت گرفتم خدیجه در مورد این هست که باید اولین کاری که شما میتونید بکنید که از خود دانشگاه شروع کنید. دقیقا همینطوره. اگر هنوز داخل دانشگاه هستید و یا سال آخرتون هست و به این فکر میکنید که چطور دنبال کار بگردید و کار پیدا بکنید و از اون دانش و مهارتی که کسب کردید در طول دانشگاه بتونید خوب استفاده بکنید. یکی از اولین راه ها وقتی شما هنوز داخل دانشگاه هستید این هستش که برید با خود دانشگاه تماس بگیرید. مطمئنا یه گروه هایی هستن به نام گروه های دانشجویی یا استودنت یونین که اونجا یکی از وظایفشون این هست که به شما کمک بکنن چطور بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید کار پیدا کنید. اونا خودشون کمک میکنن که دنبال کار بگردید توی وبسایت های مختلف، کمک میکنن که CV و یا همون رزومه خودتون رو بروز بکنید، کمکتون میکنن که حتی چطور برای مصاحبه آماده بشید. من فکر میکنم یکی از راهاش که ما بخوایم زودتر کار پیدا بکنیم این که از خود دانشگاه شروع کنیم. من یادم میاد که سال سوم حتی من خودم از همین استودنت یونین تونستم یک والنتری جاب پیدا کنم و اون هم داخل خود استودنت یونین دانشگاهمون به من این جاب رو به صورت والنتری یا داوطلبانه دادن. گفتن که اگه میخوای با کاستومر بیشتری درگیر باشی میتونی بیای و در رسپشن ما به عنوان رسپشنیست فقط برای مثلا 2 ساعت در روز یا 4 ساعت در هفته برامون کار کنی و اون نه تنها استارتی میشه برای شما، استارت این میشه که شما واقعا میرین و فیل میکنین جابی رو که مثلا میخواین، یه نقطه شروع برای شما هست. من فکر دقیقاً. میکنم خیلی خوب اشاره کردی. آره، و یک نکته دیگه هم اینجا هست که اکثر دانشگاه ها به صورت حالا فکر میکنم سال یکی دو بار یک جاب فری برگزار میکنن که از شرکت های مختلف که دنبال کارآموز یا کارمند یا کسایی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدن دنبال همچین افرادی میگردن که استخدام کنن و این شرکت ها میان اطلاعات توی اون روزی که اون فر برگزار شده میان اطلاعات بیشتر در اختیار دانش آموزان میذارن، اینکه چه کارهایی رو توی شرکت خودشون دارن و چجوری میتونن دانشجوها بعد از فارغ التحصیلی برای اون کارها درخواست بدن و پروسس و گرفتن یا استخدام در اون شرکت چطوری هست. من فکر میکنم این هم یکی از راههایی هستش که دانشجوها میتونن از خود دانشگاه شروع کنن. من فکر میکنم خیلی زمینه های زیادی هست، اما مشکل اینجاست که گاهی ما به عنوان دانشجو یا به عنوان کسی که دنبال کار میگردیم نمیدونیم باید از کجا شروع کنیم. این همین ندونستن خودش آدم رو با مشکل روبرو میکنه، اما وقتی که راه رو بلد باشیم، بدونیم کجا مراجعه کنیم، از چه طریق درخواست بدیم، اون موقع است که خیلی از مسیر رو رفتیم. پس خیلی خوبه که بیشتر با دانشگاه خودتون درگیر باشین و جستجو کنین که کدوم قسمت دانشگاه رو میتونین برین و جاب پیدا کنین و یا حداقل اطلاعات بگیرین از اونجا. یه چیز دیگه هم میخوام اضافه کنم فاطمه جان قبل از که بریم سر نکته بعدی، این که نتورکینگ و شبکه سازی توی دانشگاه خیلی مهمه.
وقتی که ما در داخل دانشگاه هستیم، مشغول تحصیل هستیم، چه بعد از اون که فارغ التحصیل میشیم این نتورک رو بتونیم نگه داریم. اون دوستانی که داشتیم، شما میتونید از تجربیات اونا استفاده کنید و اونا هم از تجربیات شما استفاده کنن. فکر میکنم این نتورکینگ هم خیلی تاثیر بسزایی داره، اینکه ما بتونیم کجا جاب پیدا کنیم و کجا دنبال کار بگردیم. جدا از این که میتونه تجربیات خودشون رو با شما شیر کنه، به نظر من اگه شما تو نتورکینگ شما یه دوست پیدا کنی یا همون همکلاسی شما مثلا بره توی کمپانی خیلی خوب که شما هم خواهان این هستین که جاب پیدا کنین، شاید اون یه زمینه بشه، یه معرفی بشه که شما هم از طریق اون آشنایی پیدا کنین با طریقه کاری که اونا انجام میدن و چیزهایی رو که اونها نیاز دارن و شما میتونی این نالج از این دوست یا از این همکلاسی خودتون بگیرین و از اون نالج و دانش تو اینترویو ازش استفاده کنین. دقیقاً. دقیقاً خیلی به درد بخور هست همین نتورکینگ و شبکه سازی که داخل دانشگاه شما به وجود میارید. دوم همینطوره. موردی که من یادداشت گرفتم جستجو کردن در شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا شبکه اجتماعی لینکدین هست که این سالها خیلی پیشرفت کرده و تقریبا من میتونم بگم که تقریبا همه کمپانی های معروف تو لینکدین پروفایل دارن و همطور که میدونین، حالا من یه قسمت رو شیر میکنم با شما، نشون میدم که تو لینکدین تو کدوم قسمت، اون قسمت تب جابش اگه کلیک کنین، همه اون جاب های مخصوص یا جاب هایی که اون شرکتی که شما دنبالش هستین که کار کنین اونجا برای شما ردیف میکنه و حتی نشون میده که چقدر نفر از طریق لینکدین درخواستی فرستادن برای اون کار. شما میتونین یه خورده بالا پایین کنین که آیا در کدوم جاب تایتل ها یا کدوم قسمت نفرهای بیشتری اپلای کردن، کدوم قسمت هنوز مثلا کمتر اپلای کرده. شاید مثلا خلاصه میتونین ببینین که کجا بیشتر اپورتونتی دارین. لینکدین یکی از راههای خیلی خوبی هستش که شما میتونین در اوقات بیکاریتون برین و همیشه اون رو زیر نظر داشته باشین. لینکدین شما میتونین برای خودتون به ایمیل تقاضا کنین که این جاب ها رو روزانه، اگر مثلا این کمپانی مخصوصی که شما مثلا کمپانی الیوت مثلا اینجا هر جابی رو که در مورد آیتی اومد بالا برای شما ایمیل کنه، شما این ستاپ رو میتونین از داخل لینکدین انجام بدین و مطمئن بشین که وقتی جاب جدیدی، یه کار جدیدی بالا میاد شما از اون آگاه میشین از طریق ایمیلتون مثلا. یه خوبی دیگه هم که یه مزایای خوب دیگه هم که لینکدین داره اینه که نه تنها شما دنبال کار میگردید، بلکه خیلی از بیزینس ها و شرکت ها هستن که میان دنبال کارمند میگردن طبق اون تخصصی که دارن. آره. طبق اون تخصصی که اونها لازم دارن پروفایل شما رو نگاه میکنن و اگر دیدن که تخصص شما، تجربه کاری شما مطابق معیارهای اونها بود، برای شما ایمیل میفرستن و یا مسیج میفرستن و شما میخوان به شما اطلاع میدن که ما یک همچین جابی رو اویلیبل داریم، هستش، موجود هست، اگر خواستید با ما تماس بگیرید، ما جزئیات بیشتری رو در اختیار شما میذاریم. من فکر میکنم یکی از مزایای لینکدین این هم هست که خیلی مزایای خیلی خوبیه. دقیقا. من یه توصیه دیگه که در کنار این حرفایی که تو گفتی خدیجه میتونم داشته باشم این که شما همیشه سعی کنین پروفایل لینکدین خودتون رو آپ تو دیت نگه دارین، چرا که مثلا تمام اون اسکیل هایی رو که شما بلدین و داخل سیویتون هم نوشتین داخل لینکدین هم وارد کنین و مطمئن باشین که مثلا آخرین سرتیفیکیت رو که گرفتین اونجا آپدیت کنین، آخرین اسکیلی رو که یاد گرفتین اونجا آپدیت کنین، که چشمایی هستن که دنبال این هستن که آدمایی با تجربه رو از کجا پیدا کنن و وقتی شما این تخصص یا اسکیل خودتون رو داخل لینکدین میبرین، یعنی اینکه شانس خودتون رو برای یک جاب آفر بالا میبرین. پس لینکدین رو فراموش نکنین، حتما برین دنبالش اگه جویای کار هستیم.
سومین مورد رو در مورد جستجو در وبسایت های معروف کاریابی هستش، مثل ایندید. من فکر میکنم تو یوکی و انگلیس خیلی مشهوره. توتال جاب، رید و ایندید، سه تا از معروفترین وبسایت هایی هست که شما میتونین برین و جاب رو در اونجا یا کار رو در اونجا سرچ و جستجو کنین بر اساس اسکیل و مهارت های خودتون. و فکر میکنم این جاب ها حتی میتونین این سی وی آپ تو دیت خودتون رو به این وبسایت ها بدین و اینها بر اساس اون سی وی شما به شما جاب پیشنهاد میده. دقیقا. خدیجه، مورد بعدی اینه که اگه کسایی که معلم هستن و بخوان دنبال یه جاب های معلمی یا شغل های معلمی برن، باید کجا مراجعه کنن؟ بیشتر شغل معلمی یا شغلایی که توی مدارس هست، حالا فرق نمیکنه هد تیچر میخواید باشید یا در هر زمینه‌ای که شما میخواید توی مدارس جاب اپلای کنید، بیشتر برمیگرده به کانسل یا همون شهرداری همون منطقه، که تا جایی که من تجربه کردم و دنبال کار گشتم و دیدم، جابای مربوط به مدارس از طریق وبسایت کانسل هر منطقه اپلای میشه و درخواست داده میشه. و یکی دیگه، من اگر بتونم اسکرین خودم رو شیر بکنم با شما، چند تا وبسایت میتونم به شما معرفی بکنم که میتونید از طریق اونها برای کار اپلای کنید. من فکر میکنم برای خود داخل وبسایت کانسل یا کانتی کانسل که دنبال این میرین که برای شغلهای داخل اسکول یا مدرسه رو پیدا کنین، حتی شغلهایی که مربوط به معلمی و هد تیچر هم نمیشه اونجا پیدا میشه. مثلا دینر لیدی، اگه شما خواهرین هستین که تو اسکول نزدیک خونه خودتون کار پیدا کنین، میتونین داخل اون از طریق همین وبسایت کانسل خودتون داخل بشین و اونجا دنبال این جاب ها باشین. فاطمه، اسکرین من رو میبینی؟ داری اسکرین من؟ NHS هست فکر آره میکنم. دقیقا. آره، من میخوام همین نکته رو اینجا بگم که اگر میخواید برای NHS جاب اپلای کنید، یکی از وبسایت های خوب همون nhs.job هستش که برید اونجا دنبال جاب بگردید، جاب پیدا کنید. و یکی دیگه وبسایت ترک هست، من الان براتون میارم توی چند الان صبر کنید. ترک، این هم وبسایتی هستش که کارهایی مربوط به هلتکر و هاسپیتال و آره NHS نرسی و NHS، شما میتونید از طریق این وبسایت و دنبال کار بگردید و برای کار اپلای کنید. یک وبسایت دیگه ای که شما میتونید کار بگیرید، یک لحظه من این رو موو بدم این طرف. مثلا برای کارهایی که مربوط به شهرداری شهرها میشه، من برای مثال کمبریج کانتی کانسل رو آوردم. وقتی شما رو قسمت جاب ها کلیک میکنید، برای شما جاب ها رو میارن، چه داخل خود کانسل باشه، چه مربوط به مدرسه و یا درس دادن و تدریس باشه. شما میتونید اینجا ببینید هر منطقه، وقتی به کانسل همون منطقه شما وبسایتش رو میبینید، در اونجا یه قسمت مخصوصی برای جاب ها دارن. یه نکته دیگه ای که من میخوام بگم، اگر کسایی که دوست دارن برای MP ها کار بکنن یا بخوان چه والنتری چه پید جاب بخوان تو این زمینه کار پیدا بکنن، یک وبسایت خوبی که میتونن کار اپلای کنن Work for MP هست که به این W for MP به این صورت نوشته میشه. و شما وقتی به قسمت جاب رو سرچ بکنید، current vacancies شونو ببینید، اینجا برای شما آخرین جاب هایی که اویلیبل هست رو لیست کردن. این هم یک وبسایت خوب هست که شما میتونید از طریق اون جاب پیدا بکنید. پس تا اینجا شد NHS.job و
track.job و کانسال هر منطقه و همچنین اگر بخواید برای MPA کار بکنید از طریق W4MP که ممنونم. ما لینک این وبسایت ها رو هم تو قسمت دیسکریپشن براتون میذاریم، حالا برای اینکه راحت تر بشه. شما فقط نیاز هست که کلیک کنین و برین و داخلش اکسپلور کنین. من یه چیز دیگه اینجا بگم فاطمه جان. ما اول ویدیو گفتیم که باید خیلی سعی کنیم که اون CV و یا رزومه خودمون رو به روز نگه داریم. خیلی مهم هست وقتی شما کار از طریق ایجنسی ها یا وبسایت های مثل توتال جاب، برید، ایندید جاب اپلای میکنید، اونها نیاز دارن که CV شما رو ببینن و شما حتما باید CV خودتون رو بفرستید. اما برای خیلی از شرکت ها که از طریق وبسایت خود همون شرکت شما جاب اپلای میکنید، شما نیاز به CV ندارید، اما نیاز به اطلاعاتی که داخل CVتون هست دارید تا اپلیکیشن مربوط به همون جاب رو برای همون شرکت رو شما بتونید پر بکنید. چون هر شرکت یا هر سازمان میتونه اپلیکیشن یا همون فرم مخصوص خودش رو داشته باشه. سوالها متفاوته دقیقاً. و یک چیز دیگه هم که هست، من مطمئنم که در اکثر شرکت ها حتی شاید اون راهنمای اولیه این که چطور شما اون فرم رو پر بکنید هم میتونه باشه توی وبسایت ها. اگر دقیق بگردید اون راهنمایی که برای هر سوال اونها از شما چه جوابی را انتظار دارن هم میتونید پیدا بکنید. و فکر میکنم که به این نکته توجه کنید که پروسه درخواست دادن برای جاب برای شرکت های مختلف از راه های مختلف متفاوته. برای یک شرکت شما نیاز دارید CV بفرستید، برای یک شرکت دیگه شما باید فرم مخصوص رو پر بکنید. و اینکه پروسه درخواست دادن برای شرکت ها و تا زمانی که شما جواب بگیرید خیلی متفاوت هست. برای یک شرکت میتونه هفته ها طول بکشه، برای بعضی شرکت ها خیلی سریع به شما جواب میدن یا شما رو برای اینترویو دعوت میکنن و اینکه میگن متاسفانه در این زمان ما نتونستیم شما رو برای اینترویو بخوایم، اما جاب های دیگه رو سرچ بکنید و برای شرکت ما دوباره درخواست جاب بفرستید. یا اینکه من این مورد رو هم داشتم که وقتی برای جاب اپلای میکردم، مخصوصا برای از طریق gov.uk، که اگه شما میخواین یه جاب رو در قسمت های دولتی داشته باشین، در داخل دولت انگلیس کار کنین یا داخل وزارتخانه ها کار کنین، از طریق gov.uk باید برین اونجا سرچ کنین. اگه شما رو مثلا بعض وقتا بر اساس اون CV شما رو برای اینترویو میخوان و بعد از اون جاب رو به شما آفر نمیدن، در شما رو نگه میدارن توی ویتینگ لیست خودشون. و اگه مثلا در عرض 12 ماه شما رو ویتینگ لیست نگه میدارن، اگه توی این 12 ماه یه نفر مثلا ترک کرد اون جاب رو، شما رو بدون اینترویو دوم درخواست میکنن دوباره. این پروسس رو هم دارن فکر میکنم بعد از اینترویو. آره این هم هست. یک چیز دیگه هم که در مورد جاب های gov.uk گفتی، یه نکته هم که هست، بعضی از جاب های دولتی، حالا بستگی به اینکه چقدر اون جاب در چه لولی قرار داره، اونها قبل از اپلای کردن و یا درخواست دادن از شما یک سری اسسمنت ها میگیرن که میخوان ببینن که اون قدرت تصمیم گیری شما و قدرت قضاوت شما در لحظه، قدرت حل کردن مشکلات شما و در زمانی که تحت استرس و فشار هستید، اینا رو همه رو قبل از اینکه شما اصلا فرم جاب رو پر بکنید اینا رو اسس میکنن و طبق اون اسکوری که شما میگیرید میتونید اون مرحله رو پاس کنید و برید مرحله بعدی. دقیقا فکر میکنم یه هم سری سناریوها رو برای شما مجسم میکنن، حالا مینویسن براتون که این همچین چیزی هست، حالا بر اساس اون سناریو از شما یه سوالایی میپرسه که اون سوالا رو بسته به جوابی که شما دادین اونا تصمیم میگیرن که شما چقدر اکشنتون خوب خواهد بود و من چقدر فکر ایدیال میکنم هست.
فاطمه، این یه خودش یک موضوع خیلی خوب و گسترده ای هست برای یک ویدیوی دیگه که ما بیایم این اسسمنت ها رو به صورت ماک اسسمنت انجام بدیم و فکر میکنم خیلی هلپفول من میتونه. موافقم. من تجربهشو داشتم. الانم که برنامه سیویل سرونت کار میکنم، دوست دارم اون تجربه رو. اگه کسی میخواد و بیاد از این تجربه استفاده کنه، چرا که نه. من ممنونم خدیجه جان. و مورد بعدی که من یادداشت گرفتم این که بعضی وقتا ما نیاز هست که اگه شما واقعا علاقه دارین که توی یه کمپانی خاصی رو شما زیر ضربه گرفتین و میخواین که حتما داخل همون کمپانی کار کنین، CV خودتون رو بعد از اینکه کامل با معیارهای اون شرکت درست کردین، تو قسمت کانتکت آس اون وبسایت هم کمپانی برین، ایمیل اونا رو پیدا کنین و به اونا ایمیل بزنین. تو اون ایمیل بگین که شما چقدر اینترستد هستین، شما چقدر علاقمند هستین که تو این شرکت کار کنین. اونا حتما میبینن و حتما مد نظر میگیرن که این فیوچر اگه جابی اومد شما رو با خبر بکنن. فکر میکنم خیلی تاثیر داره واقعا. یعنی خیلی کسایی بودن، یعنی زمانی که من دنبال کار میگشتم بودن کسایی که اومده بودن کامنت گذاشته بودن که ما حتی از طریق این تونستیم کار پیدا کنیم تو شرکت دلخواهمون. آره، یه چیزی هم که هست، تو در مورد لینکدین اشاره کردی، در اون فکر میکنم اون رو میتونیم در مورد خیلی از شرکت ها و خیلی از وبسایت های شرکت ها میتونیم اونو مطرح کنیم که شرکت های زیادی هستن. مثلا دانشگاه هایی، اگر دانشگاه خاصی مد نظرتون هست میخواید براش کار اپلای کنید، اونجا کار بکنید، میتونید برید توی اون وبسایت و یه قسمتی هست که میتونید رجیستر کنید که جاب رو برای شما یا هفته‌ای یا ماهانه برای شما بفرستن. مثلا یه نمونهش خودم که همیشه ترک جاب های NHS رو برای من هر روز میفرسته. یعنی هر شب که من میخوام قبل از اینکه بخوابم ایمیلامو چک میکنم، یک ایمیل حتما اومده از جابای. تو میتونی فیلتر کنی که چه نوع جاب هایی رو برای شما بفرسته بر اساس آره، تخصص شما. مثلا اگه شما میخواین آیتی انجینیر یا مثلا انجینیر داده ها، برای شما برای شما اون جاب ها رو مخصوص بفرسته، فقط همون جاب ها رو که تو همون رشته تو همون زمینه هست برای شما میفرسته. اینم خیلی خوبه و فکر میکنم خیلی خوب گفتی خدیجه. من خودم هم که زمانی که از ترک یا همین الانم که از gov.uk میاد، من حتی هم مثلا شده اون جاب هایی که مد نظرم هست میرم و نگاه میکنم، حتی اگه اپلای هم نکنم میرم نگاه میکنم، میخونم جاب دیسکریپشنش رو که من، و اون همیشه تو ذهنم میمونه که من چطوری خودم رو عیار کنم که بر اساس اون جاب دیسکریپشنی که من مورد نظرم هست عیار کنم. فکر میکنم تو رو آپ تو دیت هم نگه میداره، دقیقاً. تو آره، خودتو به همون مسیری که میخوای پیش ببری. آره، همینطوره. ممنونم. و یه نکته آخرم که میخوایم بهش اشاره کنیم اینه که تو این فاصله که شما دنبال کار میگردین، میتونین تو خیلی از دوره‌های کوچیک، دوره‌های کوتاه مدتی که برای شما در آخر سرتیفیکیت میدن، تو این دوره‌ها شرکت کنین، تو دوره‌های آموزشی کوتاه مدت. و اون سرتیفیکیت ها شانس شما رو برای اینکه کار مورد نظر رو پیدا کنین بالا میبره. این فقط یه توصیه بود در آخر که من میخواستم اشاره کنم. مثلا برای مثال خودم این کار کرده بودم تو اون زمانی که من دنبال کار میگشتم. دنبال این بودم که کجاها در حین حالی که من بیکار هستم برم و اون اوقاتم رو مفید پر کنم، همین اینکه شانس استخدام شدن خودم رو بالا ببرم. فکر میکنم تمام نکتهایی رو که ما یادداشت گرفته بودیم رو با هم دیگه بحث کردیم و به گفتگو گرفتیم. تمام از خود دانشگاه، از وبسایت های ایندید، رید، توتال جاب و همچنین خود لینکدین،
و یا کسایی که علاقمند شغل معلمی یا شغل هایی که در مدرسه هست میتونن از خود کانسل ها یا وبسایت کانسل های همون شهر وارد بشن و جستجو کنن. شغل های داخل دولت، داخل ادارجات دولتی و یا وزارتخانه ها از طریق gov.uk، وبسایت gov.uk و کسایی که میخوان برای MP کار کنن هم گفتی W4MP. W که فکر میکنم میشه work for MP. آره. و برای NHS هم ما سایت ترک رو داشتیم. آره. من این دیسکریپشن ها رو در آخر حتما داخل دیسکریپشن این ویدیو براتون میذارم که اگر نیاز بود کلیک کنین و بیشتر اکسپلور کنیم. امیدوارم صحبت های امشب ما مفید بوده باشه و شما رو کمک کرده باشه حتما در اینکه از کجا شروع کنین که جاب رو در جستجوی جاب باشین و جاب دلخواهتون رو پیدا کنین. ممنونم فاطمه جان. من هم امیدوارم که این بحث برای بیننده های عزیزمون مفید واقع شده باشه. تشکر.